نمایشی بیش از 30 مصوره، مهاجرت مهنتی، زندگی لولی‌ها، ارواح و چندین اثرهای آفریده رسوم خلقی تاجیکستان کامل یادگار را تا 25 مارس دوستداران صنعت تصویر در شهر دوشنبه تماشا می‌کنند. ما با مؤلف این اثرها در تالار نمایشگاه واخوردیم. کامل یادگار میگوید هر یک اثر وی بازگوی وضع اجتماعی مردم و روحیه رسام است. چند از این مصوره ها به تاریخ نه چندان دور تاجیکستان بستگی زیچ دارند. 89 عصر گذشته در امستردام گلندیا نمایش خود را برگزار گرداندم. بعد اونو عجایبش 89 گفتن که در وطن شما جنگ شهروندی می شود. با همین تصورات من چقدر تکرار میشد میگم این اثر را با وی ارواح آفریدم که کی سر میکند، کی از کجا میپراند، کجا مردم تاجیک نابود میشد نامعلوم است. کامل یادگار با شروع شدن جنگ شهروندی تا امروز در دهه در ناحیه مسچاه زندگی میکند. در کنار مردم بودن سبب آن شده است که اکثر این مصوره ها زندگی مردم را تجسم میکنند. فرقیت موضوع اثرهای کامل یادگار هم در همین است. سال 58 ما رو مهاجر کردند از کوهستان با چولهای بی آب نوشاکی نبود، خانه ها بنیاد نبودن. باور کنید چقدر مردم فافتید. روزها میشه که 10 نفر مردم از کوهستان که به یک گرمی افجام میفافتیدند. نیمشه تو نیمروزه تک خوک میکردن، بعد نیمروزه برای پگاه میموندن. این یک دهشت بود. اثر صبح شهر بزرگ هم از حیات قسمی از زنان تاجیک است که زندگی خود را از صبح با روبوچینی کوچه های شهر و ناحیه ها آغاز میکنند. من مقابل آن هستند که بانوها، کودکان، کمپیران، بیچاره‌ها به ما شهر تازه میکنند. من برای آنها اثر آفریدم. غروب در حیات آن زن بانویی که بینوا هست و یا مراجعت به آن شوهرانی که فرزندان کودکان خود را پرتافته میروند نامردانه. فهمیدید ضعیف مجبور است، زن مجبور است دو کودک خود را با همین واسطه طلبندگی به وای رساند. رسام کامل یادگار میگوید چند از اثرهایش جنبه های سیاسی هم دارند. از جمله نور استقلال که در حجم بزرگ درآمدگاه کاخ نوروز را آرا داده است 4 هدف استراتژی دولت را تجسم کرده است. حدود 50 اثر این رسام در دیوار بناهای معماری و فرهنگی حکاکی شده‌اند. نمایشگاه مذکور که 15 مارس آغاز شد با دستگیری دفتر یونسکو و در نمایشگاه صنعت معاصر تاجیکستان ادامه دارد. مسئولان این نمایشگاه میگویند این اقدام به تجلیل جشن نوروز بخشیده شده است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.